تخار، پکتیا، میدان وردک و ننگرهار ولایاتی اند که به گفته مقامات افغان هنوز هم ماین‌های خوشه‌ای در آن موجود است و مردم را تهدید می‌کند. هنوز هم مجموعاً به تعداد 17 ساحه ملوث با بم‌های خوشه‌ای که یک مساحت 7 کیلومتر مربع را احتوا می‌نماید در 4 ولایت در این ساحات بم‌های خوشه‌ای دیده شده. قابل ذکر است که پاکسازی ساحات ملوث با بم‌های خوشه‌ای چندین مرتبه شامل پلان عملیاتی گردید ولی نسبت مشکلات امنیتی پاکسازی صورت نگرفت. بم‌های خوشه‌ای که متشکل از 10 بمب کوچکتر است، اولین بار در جنگ جهانی دوم به کار برده شد. در این حال دفتر خدمات ماینپاکی سازمان ملل متحد میگوید که 78% خاک افغانستان از ماین‌ها پاکسازی شده، اما 22% خاک این کشور که 1576 قریه و 257 ولسوالی در 34 ولایت شامل آن میباشد، هنوز هم با تهدید روبرو است. در صورتی که جنگ جریان داشته باشد، طبیعتاً هر جنگ از خود مهمات به جا میماند که در اون صورت به دست آوردن این هدف شاید امکان ناپذیر باشد. در حال حاضر شماری از مؤسسات ماینپاکی در افغانستان مصروف کارند، اما با تلاش هایی که از سوی این مؤسسه انجام شده است، هنوز نیز ماین در این کشور قربانی میگیرد.